خب تو ادامه سفرمون به سوئیس رسیدیم به پایتختش، شهر زیبا و تاریخی برن. یکی از جاذبه‌های معروف برن ساعت زایتگلوکه هستش که از قرن 13 میلادی اینجا مونده و همچنین شهر برن با خیابونا و معماری قدیمیش یکی دیگه از نقاط دیدنی اینجاست که میشه ساعت‌ها توش پیاده روی کرد و از دیدنیاش لذت برد. یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود این بودش که آلبرت انیشتین قبلا بین سالهای 1903 تا 1905 اینجا زندگی میکرده و الان خونش به موزه تبدیل شده. اسم برن از کلمه آلمانی بر به معنی خرس میاد. خرس نماد این شهر شده و حتی در نشونه‌های شهر هم دیده میشه. این ارتباط با خرس رو تو پارک خرس برن هم میتونیم ببینیم. همینطور رودخونه آره تو برن که از کوههای آلپ سرچشمه میگیره و از میون شهر عبور میکنه و مردم تو تابستون با شنا کردن تو این رودخونه از فضای دیدنی که اطرافشون هست به شدت لذت میبرن.